الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. بعضی برادران سوال کردند که آیا در شریعت اسلامی اجازت است که هر گونه نوارهای هزل و شوخی ثبت کرده در شبکه‌های اجتماعی گذاشته شود و آیا جایز است که با هزل و شوخی برای خنداندن مردم گفتار و کردار یا آواز کسی را تقلید کاری کرده شود و تا چه حد و اندازه هزل و شوخی اجازت است و آیا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اصحابش رضی الله عنهم هزل و شوخی میکردند؟ برادران و خواهران عزیز، اولا من برای تمام آن نفرانی که نوارهای هزل و شوخی ثبت میکنند و در شبکه‌های اجتماعی آن را پهن میکنند و کسب و کارشان همین است، و برای آن نفرانی که در یوتیوب کانال خود را دارند و خودشان هر گونه هزل و شوخی ها ثبت کرده در کانال خود میگذارند که سراسر دروغ است و خود آنها نیز اعتراف دارند که این کار آنها دروغ است، این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را به سمع آنها میرسانم که فرموده اند: ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک به القوم فیکذب ویل له رواه ابو داود و ترمذی و النسائی باسناد صحیح. یعنی ویل است برای کسی که سخن دروغی میگوید تا مردم را بخنداند، ویل است برای او، ویل است برای او. روایت ترمذی، ابو داود و نسائی با اسناد صحیح. ویل وادی است در جهنم یا کلمه عذاب است، یعنی هلاکی باد برای کسی که با سخن دروغ مردم را میخنداند. برادر و خواهر عزیز که به ثبت کردن نوارهای هزل و شوخی مشغول هستی، این حدیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را به گوش عبرت بشنو و یک کار کن که خداوند از آن راضی باشد. دین اسلام دین خرسندی است، نه دین غم و اندوه. هزل و شوخی در اسلام یک حدود و اندازه خود را دارد که باید رعایت شود. چطوری که در روایات آمده است، مرد از سفیان ابن عیینه رحمه الله پرسید: آیا هزل و شوخی کردن گناه است؟ حضرت در جواب فرمودند: نه، بلکه سنت است برای کسی که آن را خوب و در جای خود انجام می‌دهد. یعنی در وقت مناسب با رعایت حدود و اندازه آن هزل و شوخی می‌کند، نه همه وقت و نه اینکه این کار را برای خود کسب و هنر بگیرد. ولی متاسفانه امروزها مردم مسلمانی ما حدود و اندازه آن را اصلاً رعایت نمی کنند، بلکه بعضی ها این کار را برای خود کسب اختیار کرده اند. از همه بدترش آن که بعضی برادران و خواهران ما این گونه هزل و شوخی ها و به قول خودشان پریکال ها را آشکارا انجام می دهند که در آن تحقیر و توهین و مسخره کردن و غیبت و دروغ است. هر گونه نوارهای هزل و شوخی ثبت کرده در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند و به خاطر زیاد شدن تماشابینان آن نوار، یعنی به خاطر زیاد شدن عدد پرسموتر نوارشان در مقابل آن نوار، رسمی زنان نیم برهنه و لوچ را می‌گذارند و آن را در شبکه‌های اجتماعی پهن می‌کنند و از این نوارهایشان پول به دست می‌آورند و به خاطر یک مبلغ ناچیز گناه غیبت، دروغ، مسخره کردن، آشکارا انجام دادن گناه، پهن کردن بی‌حیایی، سخنان فحش و دیگر گناهان را به دوش می‌گیرند. حالا آن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی که آن را ابو داود و ترمذی روایت کرده اند چنین می‌فرمایند: دوست نمی‌دارم و برای من پسندیده نیست که از نشست و برخاست و گفتار و کرداری کسی تقلید کاری کنم، اگرچه تمام مال و ثروت دنیا را به من بدهند. سبحان الله. برادران و خواهران عزیز، ببینید
که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دوست نمی داشتند که از کسی تقلید کاری کنند، یعنی از نشست و برخاست و گفتار و کردار و آواز کسی تقلید کاری کنند، اگرچه تمام مال و ثروت دنیا را به او بدهند. ان شاء الله بعد از ثبت این نوار در نوارهای بعدی حدود و اندازه هزل و شوخی و شرطهای درست شدن هزل و شوخی را بیان خواهیم کرد. در تقلید کاری کردن به طور هزل و شوخی از آواز، سخنها و نشست و برخاست شخصی معین چند گناه بزرگی است که انسان تقلیدکار آن را به دوش میگیرد. اگر آن شخصی که از او تقلید کاری می کند در مجلس حضور نداشته باشد، این کار او غیبت است، و اگر حضور داشته باشد از جمله آزار دادن مسلمان است، و اگر به قصد خنداندن مردم این کارش را انجام دهد زیاده زشت و بدتر است که از جمله استهزا و مسخره کردن است. حرام و گناه کبیره بودن این سه عمل زشت، یعنی گناه غیبت، مسخره کردن و آزار دادن مسلمان، با آیات قرآنی و احادیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ثابت است. علمای کرام رحمهم الله فرمودند که آن هزل و شوخی که در شریعت منع شده است و ناجایز است، هزل و شوخی است که در آن افراط و مداومت، یعنی بردوام هزل و شوخی کردن است. افراط یعنی در آن از حد گذری است، و مثل غیبت، دروغ، تهمت، آزار مسلمان، مسخره کردن و غیره است. چون که هزل و شوخی از حد زیاد سببگار خنده زیاد می شود که قلب را می میراند و سخت می کند که دیگر حق را نمی پذیرد، و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از خنده بسیار منع فرموده اند، زیرا قلب را می میراند و سخت می کند. شما خود بنگرید که آن نفرانی که بسیار هزل و شوخی می کنند و بسیار می خندند و مردم را می خندانند، نصیحت را نمی پذیرند، یعنی قلب آنها سخت شده است که حق برای آنها ناحق می نماید و سخن راست برای آنها سخن دروغ می نماید. همچنین انسان را از یاد الله و ادا کردن واجبات دینی باز می دارد و بسیار وقتها سببگار آزار دیگران و ایجاد کینه و خصومت و بدبینی می شود. هزل و شوخی از حد زیاد وقار و هیبت انسان را دور می کند که هر کس و ناکس جرأت کرده بر او هر گونه سخنان را می گوید. هزل و شوخی از حد زیاد در شریعت منع است و اجازت نیست، مگر هزل و شوخی اندک به مثل اندازه نمک برای طعام به خاطر خرسند کردن یکدیگر و بالید خاطر کردن حاضرین اجازت است و از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ثابت است. نه اینکه همه وقت در هر سخن خود سخنان هزل و شوخی گفته شود. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که فرمودند از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند که آیا شما هم با ما هزل و شوخی می کنید؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که من هم هزل و شوخی می کنم، ولی بجز حق چیزی نمی گویم. مثلا در روایت ابو داود و ترمذی آمده است که مرد به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای پیامبر خدا، مرا به مرکب سوار کن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به او فرمودند من تو را بر بچه شتر سوار می کنم. پس آن مرد حیرت زده پرسید که من بچه شتر را چیکار می کنم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا شتر غیر از شتر بچه چیزی دیگری تولد می کند؟ یعنی من تو را بر شتر کلان سوار می کنم، نه شتر بچه خرد. و نیز در روایت ابو داود و ترمذی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خطاب به حضرت انس رضی الله عنه فرمودند یا ذا الاذنین، یعنی ای صاحب دو گوش،
چون این هزل و شوخی ها از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در کتاب های حدیث زیاد روایت شده است، اما در هیچ یکی از آنها کمترین اهانت به کسی یا غیبت و دروغ، مسخره کردن و غیره دیده نمی شود. به همین خاطر برادران و خواهران عزیز، این را فراموش نکنید که این کار شما اگرچه برای شما خوب و پسند است، ولی دارای گناهان زیادی است که در روز قیامت برای این گناهان عذر پیش کردن نمی توانید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. غریبی غربت شام و یمن نیست، غریبی دوری از شهر و وطن نیست، غریبی کنج لحد و زیر خاک است که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا